چند سالی دارم زبان انگلیسی میخونم. به قول معروف سر پیری و معرکگیری. تو 50 سالگی فکر کنید مثل یک جوون چه میدونم 10-15 ساله با شوق تمام میشینم انگلیسی میخونم. قاعدتا گیرایی من الان خیلی کمتره به نسبت اون سالها و یکی از حسرت هام همین یاد گرفتن انگلیسی. حالا این انگلیسی یاد گرفتن چند تا اتفاق بزرگ رو برام شکل داد. اینی که معلم من آقای دورتاج که رمان خلاصه شده خیلی از رمان‌های کلاسیک رو می آورد که من بخونم و ایرادش رو در واقع می گرفت تو کلاس. یکی از اون رمان‌ها چی بود؟ رمان باغ مخفی بود که من بسیار دوست دارم. غیر ممکنه یه جوان 10-15 ساله بیاد توی کتاب فروشی و من این باغ مخفی رو بهش پیشنهاد نکنم. یه جمله بیشتر ازش نمیخونم. البته یه جمله پای پیرو دیگه. این جمله رو تو خاطرتون داشته باشید. اگر این کتاب رو نخوندید بخونید، چون من در 50 سالگی مثل همون بچه‌های 10-15 ساله عاشق این کتاب شدم. اما جمله یکی از عجایب زندگی در این دنیا این است که آدم گاهی حس می‌کند تا ابد زنده است. رمان باغ مخفی نوشته فرانسیس هایسون برند با ترجمه خانم مریم مفتاحی، خطخانی.